اگر فرزندها بیاین شما را سراخ کنن شما میبخشین ویورا؟ از فرزندان راضی می. عادی ترین رنجش پدر و مادر شود هزارها عبادتش بر عبث است. نشود که مثل ما بعدی رفتنشان افسوس بخورید. راجع به مقام منزلت پدر و مادر در تعلیمات قرآنی آمده است و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خداوند میگوید که پروردگار امر کرد که عبادت نکنید مگر او را و به والدینتان احسان کنید، نیکی کنید. یعنی حکم پدر و مادر برابر حکم خداست. این دلالت به مقام منزلت پدر و مادر میکند. برای فرزند دانستن مقام منزلت پدر و مادر حتمی است و ضروری است، مثل هوایی که نفس میکشد. اگر فرزند مقام منزلت پدر را ندانست و حقوق پدر و مادر را رعایت نکرد، از 4 چیز اساسی در دنیا محروم میشود پیش از اینکه در آخرت محروم شود. یکم راضی پروردگار را به دست میارد اگر اطاعت کند. اگر اطاعت نکرد و پدر و مادر احترام نکرد، از این محروم میشود. دوم بی‌برکتی میارد بر سر فرزند. در دنیا بی‌برکتی میارد. به هیچ کاری و کدام کاری که دست بزند از اون برکت نمیآورد. خواه مقام منصب باشد، خواه از نگاه مادی و معنوی باشد، خواه از نگاه شهرت و مقام باشد، برکت نمیآورد. و نکته دیگر فراوانی رزق. اگر فرزندی که بداند که پدر و مادر چی حقی بر اون دارند و رعایت کند، یکم که خدا را راضی میکنه دعاش مستجاب میشود، دوم انسانی با برکت میشود، سوم رزقش فراوان میشود. و نکته دیگر همین که با اطاعت کردن پدر و مادر دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجاب میشود. یعنی هر خیری که پدر و مادر به فرزند بخواهند همون حتما مستجاب میشود و فرزند او را برکتش در زندگی میبیند. و اگر خدا نخواسته راضی نباشند بازم دعا مستجاب است از پدر و مادر، فرزند هیچ روی نیکی را نمیبیند. نکته دیگر همین است که هم و غم و اندوه از دل فرزند گسترده میشود، تازه میشود. یعنی به احترام پدر و مادر. به احترام پدر و مادر. اگر فرزندی که به قدر پدر و مادر همچون خدای مجازی خودشون بداند، اعتراف کند و بی‌پروایی نکند، هیچ وقت در طول عمر تا وقتی که پدر و مادر در قید حیات هستند غم و اندوه را نمیبینند. حتی بعد از نبودنشان. در همین زمینه رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که رضامندی، راضیگی پروردگار بر راضیگی پدر و مادر وابسته است و خشم و غضب پروردگار به خشم و غضب پدر و مادر وابسته است. متاسفانه امروز در جامعه بعضی وقت نظر میگیریم میبینیم که نه همه فرزندان به قدر ارزش این نعمت را میدانند. خب نسبت آن همین گونه اشخاص چه گفتنی هستید؟ یک لفظی هست در قرآن لفظ عاق، دیگری هست لفظ اوف. اگر از لفظ اوف ولا تقل لهم اوف، خداوند در قرآن لفظ اوف استفاده می‌بره که برای پدر و مادر اوف نگو. اگر از اوف کلمه عادی تر میشد خداوند در قرآن رو می آورد. چی بلای به سر فرزند می آید اگر پدر رو برنجاند؟ چی بماند به غضب؟ ندانستن پیامد فوری رنجش پدر و مادر و ندانستن پیامد در آینده نسبت به پدر و مادر. فرزند اگر بداند که چی غضبه، چی رنجشه، چی به برکتی به سرش میآید به نافرمانی پدر و مادر، اگر بداند هیچ وقت به این راه نمیدهد. درست است. متاسفانه نمیداند. در اینجا کوتاهی پدر و مادر هم هست، چون که فرزند از خودش عالم به دنیا نمیاد. اینو پدر و مادر باید تعلیم کنند. باید بداند چی مقام معضلت دارد و نسبت به پدر و مادر چگونه باید با احتیاط رفتار کنند. مثلا از حد زیاد مبالغه کردن در محبت، هرکه پروری، این پدر باعث میگردد که همین فرزند پدر و مادر را اطاعت نکند و همیشه پدر و مادر را مدیون خودش احساس میکند. فکر میکنه پدر و مادر از من قرضدار است و هر طرف اگر چشم و قاش قوق کنم اون خواهش اجرا میشود و یا عمر به همین حال باقی میماند. این عاقبت سوزندگی است، نه سوزندگی. دیگر یعنی که همون محبت هم باید در معیار خود باشد نسبت فرزند از طرف پدر و مادر. البته جای باید سهلنگاری باشد. بله. جای باید زجر باشد. در همین زمینه مردم میگن که فلان را پدرش مرد و یتیم شد، یا که مادرش مرد و یتیم شد. خب اگر با تقاضای زمان نگاه کنیم، یتیم کسی نیست که پدر و مادرش میمیرد. یتیم کسی است که پدر و مادرش مشغول است، به فرزندش نمیرسد. مشغول یعنی استاد با کدام معنی نباشد. با کدام معنی که نباشد. رسیدگی به تعلیم و تربیت فرزند نیست. یعنی برای فرزندش وقت مناسب جدا نمی‌کند که مهر و محبت داشته باشد، تعلیم، عاطفه. اگر فرزندی که با تمام بهترین لباس پوشانده شده است، خب
با مثلا جیبش پر پول است، ماشین هم دارد، از هیچ نگاهی از دنیا هیچ کمبودی ندارد، اما از نگاه محبت پدر عاطفه نیست، مهر محبت نیست، نیازی است که سر وقت برآورده شود. پس پدری که به کدام معنایی که فهمیده میشود مشغول است، فرزندش یتیم است. بله. و باید وقت یابد، گردی سفرهش باید بشیند یا با فرزند مثلا بوسه کند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که بوسه کردن فرزند در جنت درجه ها دارد. مثلا محبت به فرزند سر وقت داده شد. امروز جنت دنیا عائله است، خانه است برای هر انسانی. اگر خانه کسی آباد نباشد، اگر مثلا تحقیر و حقارت باشد، آرامی و آسودگی نباشد، جهنم در این دنیا است. بله بله. هر مردی که از درش درآمد جنتش خانه‌اش است. و این فرزندا باغ همین و میوه همین جنت هستند. پدری اساسی کسی نیست که پدر محترم باشد. پدر خوشبخت کسی است که پدر محبوب باشد. از در خانه که درآمد برای اهل خاندان عید باشد، نه اینکه از در برآمد برای اهل خاندان عید شود. بگن از شرش خلاص شدیم تا بگن نفس تازه میکشیم. وای بر حال این پدر و وای بر حال این مادر چون نگر باشند. گفتم بازم تکرارم شود، اگر جنت انسان در روی زمین خاندانش است. درسته. در خاندان سکون، آرامی، مهر، محبت، شفقت، قدردانی باید باشد. اگر که نبود دیگر جهنم انسان در روی زمین همین است. در همین زمینه وابسته ما یک چند روز پیش از خانه پیرانسالون شهر دوشنبه نیز دیدن آمدیم. در واقع در اونجا با اشخاص زیادی وا خوردیم. اومد به هم کلانسالونی که اگرچه فرزند دارند و فرزندانشون در مقام‌های گوناگون فعالیت میکنند، ولی امروز با امر تقدیر شاید باشه و یا شاید از سهلنگاری و بفهمی و بفراستی بعضی از فرزندان باشند که پدر و مادر رو برده در خانه پیرانسالون گذاشته و از سرابانی آنها دستکشی کردند. اگرچه امروز حکومت مملکت نسبت چنین افراد غمخوار هست، آنها رو مثلا سرابانی میکنند، ولی آنها باز هم از مهر فرزند، از مهر پیوندان دور هستند. بینندگان ارجمند، در همین زمینه حالا بیایید یک لحظه ای که از آنجا ما رفتیم با هم تماشا میکنیم، سپس برمیگردیم باز برنامه رو ادامه میدیم. من ایرگاهشم از قرالی سال 1942 سال تا پسرها هستن فرزندو؟ نه، پاوتا برافته. چند فرزند داشتید؟ 5 تا بود برافته من 25 سال شد. 25 سال شد؟ 5 فرزند؟ از سال 95 سال برافته. قزاقستان برافته من. خونه کجا ده بود؟ همین شهر ده بود؟ لیون حصار. ریان حصار؟ لیون حصار ده بود. 3 تا بچه، 2 دختر. 5 تا بود دیگه. چشمم ندیده بود. الکلی کورش چقدر بچه پردن، چقدر پردن. زمانی که در مکتب میخوند، در مکتب میمیانم، از حال و احوال و حالتهای اجتماعی مردم اروپا معلم‌ها درس میدادند و میگفتند که مثلا در اروپا پدر و مادرها برده در جاهای جمعیتی یا در خانه پیرانسالون میسپارند و برای اون بسیار تعجب بود که چگونه انسان میتواند خدای خودش را به دست پاش برده در جای دیگر بسپارد و دیگر یاد نکند. و امروز ببینید چرخش ایام است و گردش زمان است که این حالات در خود ما هم رخ داده است در جامعه ما و فرزندان کم معرفتی که از پیامد ناگوار این پدر سپاری یا مادر سپاری آگاه نیستند و باید که احترام به جا بیارند. عامل های اساسی انمین سرکشی فرزندهایی که مثلا از نگاه و بین پدر و مادر دست میکشند، در چی میبینی سبب اساسی این را؟ فرزندان امروز باید بدانند که چه گناه بزرگی کردن، پدر رو یا مادر رو به تربیه کسی وادار نمودند یا از اون بیزاری کردند یا به قدر و قیمت اون نرسیدند و مقام منزلتشون قائل نشدند. اینا بدانند که حتما دیر یا زود از اون مقام پدر که امروز از در خانه پیرسون بدتر می شود، شاید به اونجا نرسد. به ضرب و کوب، یعنی سنت الهی همین است. هر پدری که مثلا نسبت به فرزندش در تربیه سهلنگاری کرد، اون نتیجه تربیه منفی را از فرزندش می‌بیند و هر پدری که امروز از روی سهلنگاری و نداشتن علم کافی نسبت به پدرش به احترامی کرد، صدها بار بدتر از فرزندش همین جزای اینو می‌بیند. اما ببینید به طور مثال فرزند نورس می‌بیند که پدرش را با
کاسه مثلا پلاستماسی یا که طبق چوبی گیم نان میدهد و در روی مثلا کورپاچه بسیار کهنه و شینانده هستش. لیکن خودش پدرش رو میدهد، غذا میدهد با دستش با قاشق. و این نورس در تعجب میافتد، میگه پدر جان برای چی با این کاسه کهنه چوبین و چرا در کورپای افسرده شیناندی؟ میگه ببین دستاش میلرزند، پیر فرسوده شده است، طبق خمیده نمیتوند، میریزاند، افلاس میکند و طبق از دست میافتد میشکند. من هر روز از کجا میخرم؟ میگه این طبق بعد از گذشتن پدر بابا من نگاه میدارم، هر وقت شما با چنین حالت رسیدین در همین طبق و همین کورپا شما را میشنانم. پدر در حال درک میکند که این خطای من است، من باید در جای خودم تصور میکردم. پس هر یک عمل عکس العمل دارد، هر یک فعل عکس الفعل دارد. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر انسانی که مثقال ذره اگر نیکی کرده باشد به خودش ثمره اون برمیگردد و هر کسی ذره بدی کرده باشد به خودش برمیگردد، دیر یا زود. اگر فرزندها بیاین شما را سراخ کنن شما میبخشیم ایورا؟ من خدا افتادی پاپتم در کنه و من از تو شبانه خلق کرده سلام هاپ تو که خون کرده. عمر انسان دو قسم است. اگر خدا کسی را نصیب کرده باشد که عمر رو ببیند، قسمت اول همین است که آرزو و آرمان قسمت دوم است. در قسمت دوم عمر همش تا آخر عمر افسوس حیف قسمت اول است. بله. افسوس حیف کسی میخورد که مثلا به طور مثال بگم جوان یا نورس میگه که من آرزو دارد، آرمان دارد که ازدواج میکنم، فرزنددار میشم، خانه دار میشم یا خانه میگیرم و غیره، هزارها آرزو و آرمان دارد و بی اهمیتی در تربیت میکند. وقتی پاش در قسمت دوم عمر رسید همش افسوس حیف است. ای کاش این میکردم اون نمیکردم، کاش اون نمیکردم این میکردم. و کی افسوس حیف نمیخورد؟ کسی در تربیت فرزند سهلنگاری نکرده است. تربیت نه فقط مادی میشود، تربیت معنوی هم میشود. بله. اگر از نگاه معنوی فرزند رو درست عقلش به کار میبرد، همون پدر و مادر رو عقلش به کار میبرد، فرزند درست تربیت میکرد، امروز پوشی در نمیموند. این برای ملامت آنها نیست، یک چیز قلم تقدیر میگن. بعضی وقت از فرزندان شکایت میشود که پدر من اخلاق ندارد، در جامعه مثلا مقام معزلت ندارد، ما را شرمنده کرده است، یا اینکه مثلا ایمان ندارد، یا اینکه مثلا نماز نمیخواند. ببین شریعت قانون قرآن نگفت که در کدام هیئت، در کدام شکل، در کدام مقام معزلت پدر قرار دارد یا مادر قرار دارد. گفت تو وظیفه دار هستی که به قدر اونها برسی. در عرفیت میگن که اگر خوب وانی شد، اصطلاح نادرستی در بین مردم قبول شد که خوگوانی کن، این حرف گی نیست. اگر اونها بد شدن خوب وانی کن. در اصطلاح دیگه میگن اگر خوگ شدند خوب وانی کن. یعنی اون نگهداری وظیفه عهده‌داری فرزند است. برای چی؟ برای همین حیات، همین سرگذشت از فرزندش تکرار می شود. درست است. با تکیه به تعلیمات قرآن و سنت همین گفتنی هستم که هر کسی پدر و مادر رو به عذر، به اساس به خانه پیرانسالان سپارید و یا اینکه به اساس نگاهبین نکرد یا در حتی نسپارید و در خانه به قدر و قیمتی او نرسید، منزلت قائل نشد و احترام نکرد، صدها بار بدتر از این پدر و مادر می شود. از طرف فرزند رانده می شود، چهره منفور در جامعه می گیرد، کسی اون احترام نمی کند، کسی دوستش نمی دارد، به هر کاری دست بزند برکت نمی یابد. من مثلا از فرزندم روزی می نخود من همون بی پدرشون بر وقت میدادیم. بی پدر 3 دختر کلون کردم. من این پسرچه از خونی دید ملوکتا گفته کلون کردم. 31 بدر اومد. نخود که من آورده همینجا جور کنن و یک بار من خبر نگفتم. دختری دویومم بسیار من عذاب داد. خونی ما گرفت. اینجا آوردم موند و یا حیران موندم این مادر شما می؟ مادر من همینجا جای کنید این خانه ندارد، حالی که من خانه داشتم.
گفتی شما به در کار نمی مادرتون، ما به در کار. من نمیدونم برای مادرم چقدر خدمتی فرزندی کرده باشم، اما برای شما عزیزانی که مادر دارید دعا میکنم که دعای مادر بگیرید، مادران زنده را قدر بدانید، چون مادر دارید دنیا دارید. خب اول خداست که شما را می آفرد و توسط مادر شما به دنیا می آیید. پس مادران زنده را، مادرانتان را نگهبان باشید، از آنها مراقبت بکنید در برابر اینو از پدران، و نشود که مثل ما بعدی رفتنشان افسوس بخورید. من شاید خدمتش کرده باشم، اما یک شب رنجی که او برای من کشیده است من او را انجام دادن نتونستم. هر فرزندی که خواه پسر باشه خواه دختر، اگر تلفن پدر و مادر را دیر بردارد یک اوفه به پدر وارد بکند، یعنی در پیشگاه پروردگار گناهکار است. یا فرزندی که دیر به خانه بیاید و پدر و مادر را آگاه نکرد که من یک ساعت چند دیرتر میکنم زودتر میام، اگر خبر نکرد این اوفه به پدر وارد کرده است. یا فرزندی که در سفر میبراید از جریان سفر تا رسیدنش به فرزند به پدر نرساند، این همون اوف است. ما با تلفن موبیلی آگاه هستیم، کسی زنگ میزند که مادرش شکایت میکند یا پدرش شکایت میکند که من بوی طعام خوب حس میکنم اما خودش هیچ وقت ندیدم. میگم چگونه ندیدی؟ میگه که فرزند با زنش در آشیانه دیوم زندگی میکند، وقتی با طعام در میدرد راست پیش همسرش میبراید، ما بوش حس میکنیم اما خودش ندیدیم. ببینید که همینی که امروز با ناز نعمت پرورده اونا کی پرورید؟ این خدای حاضر و ناظرش نپرورید؟ این خدای حاضر و ناظر آه دل ندارن؟ همین آه دل اوف است، همین آه دل عاق است. اگر 10 فرزند داشته باشد یا 20 فرزند داشته باشد، همین آدم ناکام می شود، بی برکت می شود. از سبب فرزنداش مثلا یک نفرت در قلب فرزنداش نسبت به پدر پیدا می شود، چون که همین شخص به پدر خودش بی اهمیتی کرد. سنت الهی همین است، اگر خواهی که خوب با آبرو با برکت و سربلند زندگی کنی باید پدر راضی باشد، باید مادر در حق راضی باشد. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که لا يدخل الجنه عاق الوالدین، عاق پدر و مادر هرگز جنت رو داخل نمی شود، چی بماند به عذاب‌های دنیویش. هر کسی چیزی را سبب میکند که باعث غضب پدر و مادر می شود، این از جنت محروم است. در قرآن ببینید تعلیمات زیاد هستند. یک براتون مثال بیارم که ابراهیم علیه السلام خلیل خدا بود، لیکن پدرش بت پرست بود و بت تراش بود. ببینید با پدر چگونه مناسبت میکرد. یا ابتی، ای پدر جان، ای پدر جان، ای پدر جان، چون مناسبت میکرد. و امروز مقام و منزلت پدر و مادر برای فرزند فرق نمیکند که چی مقام دارد یا ندارد، چی علم دارد یا ندارد، چی اخلاق دارد یا ندارد، ایمان دارد یا غیر مؤمن است، مؤمن است یا غیر مؤمن است، برای فرزند فرق نمیکند. این خدایی هست که فرزند باید سر و به قدر برسد، به خاطر که از بیخش که میسبزد یعنی فساد نشود. امروز باید در پدر و مادر احتیاط کند تا فرزندش را خوار و ذلیل نکنند. نیورا من بسمی داشتم. کلان سال نبیره چند ساله هستن؟ همه کلانیش پسرچه 14 ساله. بعد مادرش من داشته زد، این آمده خلاص کرد، پسرش زد. خواهی اینه بینید اوچی من از ایس است، نمیخواد که من شمای طرفتون گیرم. من خیلی نیورا من نغز میبینم. میخواید نزی نویرا را این بگیرم؟ میخوام نزی نیورا را. من خیلی رفتار و کردار و دختران به ما حیران. درست است که همسر، فرزندان، خویشاوندان دیگر، پدری بزرگوار شکر خدا در پهلو ما است، اما مادر آن آلیه حسن، آن آلیه عشق، آن محبت، آن کوه استوار، او یکی برات معنی زندگی میدهد مادر است. پس مادران را دوست بدارید،
مادران رو احترام کنید. مادرم مادرم جان مادرم مادرم ای مادرم مادرم جان مادرم مادرم. استاد شما بینید امروز در جامعه برخی فرزندانی هستند که به قدر گفتیم منزلت پدر و مادر نمیرسن و آنها رو احترام نمیگذارن، ولی بسیار بدبختانه و یا متاسفانه وقتی پدر و مادر میگذارن واویلا میگوین، یعنی که انگشتی حسرت میگزن. خب این حالت ها دیگر برای انسان فایده ای دارد یا نه؟ این منفعت به انسان نمی آورد و برکت انسان رو نمیدهد. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که کسی پدر و مادر رو میرنجاند و باعث رنجش حتمی می شود، یعنی عاق می شود، جنت رو وارد نمی شود، دیگر هم از زحمت ها بیفایده است. اساس فلسفه اسلام هوشیار کردن انسان، یعنی پا گذاشتن انسان با جایی است که باید اول جاشو ببیند بعد پاشو بگذارد. یعنی بدون که فردا چی گپ می شود، برای فردا امروز احتیاط کن. تو بدون که امروز فرزندی پگاه پدر می شوی. اگر این پدر مقام منزله داشته باشد از توسط شما، از فرزندت نیکی می بینی. پس ببینید ندانستن دردی پدر و مادر، درک نکردن، احساس نکردن درک پدر و مادر، یعنی فرزند حس نمیکنه، درک نمیکنه پدر چی دردی دارد، چی احساسی دارد، چی نیت و چی هدفی نیک سازنده دارد، این سبب رنجش می شود. طعامی که با هزار زحمت مادر آماده میکند، اگر از همین طعام، از همین غذا فرزند ذره عیب بگیرد، باعث رنجش مادر می شود. همینی که خدا در قرآن میگه که اوف نگو یا اوف مگو، همین است که نرنجان. این درجه عادی رنجش است. به هر صورتی که نباشد باید فرزند عیب و ایراد از پدر و مادر به هیچ صورت نگیرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در 23 سال عمر مبارک پیغمبریش تاریخ یاد ندارد که از طعام عیب گرفته باشد، که چرا این تفسان است، چرا این سرد است، چرا این شور است، چرا این تلخ است. هیچ وقت عیب نگرفته است. چی بماند به پدر و مادر؟ فرزند حق معنوی ندارد که از طعام هر چیزی که مادر آماده کرد عیب ایراد بگیرد، یا دیر کند عیب ایراد بگیرد، یا نتواند عیب ایراد بگیرد. همزمان اگر پدر برای فرزند مثلا لباسی از پیش خودش خرد، یا مثلا گردنبند، یا مثلا پای افضال، یا چیزی، حق تحقیر ندارد فرزند که شما نمیفهمید این دور و زمان اینو چیز قدیمه خریدید. این باید اظهار سپاس کند، شکر کند. پدر جان رحمت، ما در فکر ما بودید، دست درد نبیند، مثلا دستی کم سری خمه نبینید، باید اظهار سپاس کند. اگر ذره گفت که نمیشود، معقول نیست، یا شما هم قدم زمان نیستید، الکی رنجشی پدر میشود. بله. به همین خاطر فرزند باید خودفعالیت باشد، یعنی خودفعالیت که باید عقلی خودش رو به کار برد، هوشیار و بیدار و زیرک باید باشد. صبح که از خواب خیز پای افضال پدر آماده کند، تازه کند و یعنی در خدمت باشد تا پدر رو گسیل کند. و مادر هم همین خیل. اگر فرزند کوشش نکرد، سری وقت خدمت نکرد، از فرزندش همین نیکی رو نمیبیند. از جمله مثلا خرخشه کردن یا جنجال کردن دو برادر در حضور پدر و مادر، یا صدا بلند کردن، و یعنی سبب رنجش پدر و مادر میشه، سبب بی‌برکتی فرزند میشه. از همه بالاتر مثلا قهری بودن فرزندان. بله. نوبسته که فرزندان در یک خانه زندگی میکنن یا در زندگی علاهده خودشان هستند، خودی قهری بودن فرزندان حتی نه اینکه رنجش بر لفظ اوف، بلکه با آق برده میرساند. بله. باعث خشم و غضب پدر و مادر میشود، باعثی که ناراضگی پروردگار میشود. برای این فرزندان باید خودشان بدانند که قهری بودن هیچ ممکن نیست. برای آبادی آسایش زندگی خودش باید قهری نباشد، نه به خاطر پدر و مادر. که وقتی که همین قهرگی نمو باعث قهرگی فرزندان باعث رنجش پدر و مادر میشود، حتی التماس پدر رو رد میکنند که بچه‌م تو قهری نشو، قهرگی کار خوبی نیست، پدر کار خودت کن، مادر کار خودت کن، تو همین خیلی تربیتش کردی. باز پدر رو سرزنش میکنند، باز مادر رو سرزنش میکنند، عیب تو است،
یعنی دوباره میرنجاند، بالای سوختن مکاب میشود. در برخی عائله ها این چیز به شک مشاهده می شود که پدر یا مادر یکی از فرزندان رو مثلا نسبت دیگر فرزندها بالاتر میداند، یا شاید از روی مقامش باشد، یا شاید از روی منصب داریش باشد، یا عموما از روی فعل و اطوالش باشد که از دیگر فرزندان مثلا فرق میگذارد و این باعث همون نافهمی بین برادران میشه و باعث مثلا شاید احترام نگردیدن پدر و مادر. آیا این پدرها مثلا حق چنین کارو دارند؟ ببین چنانه که پدر و مادر رنجش دارد، فرزند هم رنجش دارد. فرزند در پیش پروردگار رنجش دارد، حق برخورد اعتراض ندارد. فقط فرزند باید، یعنی پدر باید بداند که در آینده فرزندش می شود و در همین جهت چهرهش خجالتی نشود. تو چی میخواهی چی نمیخواهی از زبان گویا میمانی، از گوش شنوا میمانی، از چشم بینا و پای روا و دست گیرا میمانی، پیش پای این فرزند میافتی، تو فرزندت میشوی. پس ناعدالتی باید در بین فرزندان نکند. فرزند هم میتواند پدر رو آق کند، نه به لفظ، بلکه پدری که در حق فرزند کوتاه آمد، این پدر از دیدگاه فرزندش آق میشود. حتی اگر پدر نام نیک، نام خوب با فرزند نگذاشت، در قیامت این فرزند گیرمگیر پدرش میشود. پس عدالتی در بین فرزندان این فرض است، حتمی است در خصوص پدر و مادر. کسی را بیشتر اهمیت و محبوبتر پندارد و کسی را کمتر، این خوب نیست. اگرچه که مثلا امروز ما هممون مسلمان هستیم، ولی فرزندهایی که به عبادتی بگیم خدا مشغول هستند، در حالی که پدر و مادر قدر نمیکنند، آیا همین عبادت، آیا همین عملهای صالح آن به درگاه خدا مقبول است؟ بله، این در نزد پروردگار هیچ عیب و گناهی ندارد. اما چون که در حدیث گفتم که راضیگی پروردگار در راضیگی پدر و مادر است. بله. غضب پروردگار در غضب پدر و مادر است. اگر تمام عمر عبادت کند، تمام عمر هزارها بار حج رود، هزارها اشتر ذبح کند در راه خدا، حتی جهاد فی سبیل الله برود، هیچ قدر و منزلتی در پیشگاه پروردگار ندارد، برای که خدای مجازی را راضی نکرد، پدر و مادر راضی نکرد. عبادت مقام خیلی بلند است. اگر فرزندی که هزارها عبادت داشته باشد و پدر و مادر در حق از او راضی نباشند، مثلا تامین مادی نکرد، تامین معنوی نکرد، محبت قائل نشد، احترام نکرد و در جای مثلا غیبت پدر کرد، مثلا هزارها مثال است، یا باعث رنجش، عادی ترین رنجش پدر و مادر شود، هزارها عبادتش برعبس است، ناکام است و بیفایده است. فرزند و والدین مثل دو طرف یک تنگه است. یعنی عشق و هدف و آرزو و آرمان پدر و مادر فرزند است. بله. اما دنیا آبادی و دنیا و آخرتی فرزند پدر و مادر است. پس یکی، یعنی اینها باید سر وقت تربیت معنوی کنند، پدر و مادر مهر و محبت دهند و غذای مادی که دادن در غذای معنوی تنقیسی نکنند. فرزند در خصوص پدر و مادرداری مثل کسی است که سر یک دیوار باریک راه می رود، نباید چپ بیفتد و نباید راه بیفتد، نباید پدر را برنجاند و نباید مادر را برنجاند، به هر صورتی که نباشد. تعلیمات قرآن هیچ دلیل نه آورده است که سبب رنجش پدر و مادر شود. هیچ امکان ندارد در کدام مقام منزلتی که پدر و مادر نباشد، حتی در جایده ایمان و غیر ایمانی، مؤمن است یا غیر مؤمن است، یا مثلا مقام دارد ندارد، از نگاه اجتماعی که مثلا پولدار است و فقیر است، پدر میماند. برای همین پدر راهرو به دختر دانشجو دارد، دخترش را نصیحت میکند که دخترم تو در هیچ جا بخصوص در دانشگاه نگو که پدر من راهرو است، تا که ملال خاطرت نشود که پدر تو راهرو است. و این دختر که چون عاقل است دست به کتف پدر میگذارد، یک دوگانه‌اش میگه ثبت کن، صورت بگیر و صورت میگه، این صورت در شبکه اجتماعی میگذارد، ببینید که ما چی با این پدر افتخار میکنم، اون با لباس راهرویش است. میگه پدر جان، مهری که در دل ما جا کرده ای از همه بالاست. این زحمت خودی پدر است که فرزند رو تاکید میکند که در جای جمعیتی نگو که پدر ما راهرو است. این با افتخار آغوش میگیرد پدر رو، عکس در شبکه اجتماعی میگذارد، میگه ببین پدر، همیشه افتخار من بودی و هستی و خواهی ماند. کاش فرزندان چنین تربیت بیابند که نواسطه با مقام منزلت پدر همیشه سرسپرده و جانفدای پدر و مادر باشند. امروز برخی از فرزندانی هستند که زن و فرزند خویش رو از پدر و مادر بالا میدونند، یعنی که مثلا چیزی که همسرش گفت باید که همون شود، گپی پدر و مادرش نه. اینها رو چی پیامده مثلا از نگاه معنوی انتظار است؟ خودی همون در عرفیت میگن چاکن زیر چاه. بله. هر کسی که به نیت منفی چاه میکند حتما زیر چاه خودش میرود. این سنت الهی همین است. کسی نیتی بد میکند در ورطه نیتی بد گرفتار میشد. در خصوصی مثلا هست این در جامعه هستند کسانی که زناشون از حد زیاد دوست می‌دارند
و متاسفانه مقام مادر رو کنار میگذارند. باید بدانند که در تعلیمات مذهب آمده است که پدر و مادر مقدس است. این مقدسات هیچ وقت عوض شونده نیستند، خرید و فروخته نمیشوند. و در تعلیمات مذهبی آمده است رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگوید که هر مردی که ذره زنش رو از مادرش بالا بداند لعنت خدا بر او باد. اگرچه زنش رو زیاد هم دوست دارد فرق نمیکند. یعنی که باید که دوستداری زن از پدر مادر زیاد نباشد. هستن کسانی که زناشون دوست می‌دارن، اما هیچ چیزی و هیچ کسی حتی شیرین ترین و لذیذ ترین چیز دنیا نمیتواند مانعه بین پدر و فرزند شوند یا مادر و فرزند شوند. و حتی در دوام حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگوید که مثلا پروردگار فرض و نفل کسی را قبول نمیکند که ذره زنش را از مادرش بالا بداند. چون که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگوید که جنت با تمام زیبایی و گوارایی‌اش زیر پای مادر است. مادر مقدس است که جنت زیر پای است. به کدام معنا است؟ که مادر تا راضی نباشد فرزند وارد جنت نمیشود. پس هیچ امکان ندارد، حتی در ممکن نیست که فرزند به کدام صورتی که نباشد، اگر هدیه‌ای که برای زنش میخرد، هدیه‌ای که برای مادرش میخرد، حتما باید قیمتش بالاتر باشد. یا سلامی که به زنش میدهد، سلامی که به مادرش میدهد، حتما این لفظ سلام نسبت به زنش باید بالاتر باشد. در همین زمینه اگر فرزند با ذره عملی ناخوب، مناسبت نادرست، اخلاق و ادب منفی یا هدیه ذره زنش از مادرش بالا بداند، این ناکام دنیا و آخرت است. نه در دنیا بردبار می شود، نه در آخرت آسایش و جنت را نصیب می شود. پس امروز جوانان باید بدانند که با کدام عیب اراده که نباشد پدر مقدس است و مقام الهی دارد در خاندان، و با کدام عیب اراده که نباشد مادر مقدس است و ورود جنت، وارد شدن انسان به جنت با روزی پدر و مادر وابستگی دارد. باید پدر و مادر در حق همیشه راضی باشند. یک چیز نگفته نماند که اگر پدر و مادر مثلا فرمان اطاعتشون واجب است، حتمی است، اگر رفت و برخلاف ادب و اخلاق، برخلاف معقولات یا که عقلی یا برخلاف مثلا عقل یا شریعت امر کردن، اطاعت از پدر و مادر حتمی نمی شود. مثلا اگر پدر و مادر فرزند رو بگه تو خدا رو اطاعت نکن، یا تو عبادت نکن، یا که مثلا تو خوبی نکن، با کدام راهی که نباشد راه احسان رو ببندند یا راه حق رو ببندند، اطاعت از پدر و مادر فرض نمی شود. فرزند باید حق ادا کند. مثلا میگه یتیم را سرپرستی نکن یا یتیم را به خاندان نیار مثلا. به همین مانند اگر کدام کار نیکی را پدر و مادر مانع شوند، فرزند با مناسبت خوب، معاشرت خوب میتواند پدر را رد کند، نه نمیگوید و انکار نمیکند، خشمگین و غضبین نمیشود، اما راه حق را دوام میدهد. و هر کسی پدر و مادرش در قید حیات است، باید همین تصور را داشته باشد که دو کلید جنت از در درون دارد. یعنی بهشتی در روی زمین است. هر کدام وقت شب است، روز است، اگر خواست وارد جنت میشود. این وارد جنت شدن آغوش مادر است، حضور پدر است. و تصور جوان باید چنین باشد نسبت به پدرداری، نسبت به فرهنگ والدینداری، که خوش به حالم که یک کلید جنت دارم یا دو کلید جنت دارم. و این کلید از میخ تا زمین افتادن لحظه دیر نیست، یک میجه زدن میافتد و امروز است میتونه فردا نباشد، این ساعت است میتونه ساعت دیگر نباشد. پس فرزند چی را از دست میدهد؟ کلید جنت رو. به دعای پدر، به دعای مادر کسی به جای رسیده است؟ اگر کسی به کدام مقام و منزلت عالی رسیده است، خواه از نگاه مادی، خواه از نگاه معنوی، حتما دعای پدرش پشتش هست. و هر کسی به زمین میخورد و مثلا رویش در خاک میزند، حتما به دعای بدی پدر و مادر است. پس جوان امروز باید آگاه باشد که عادی ترین عمل میتواند باعث رنجش پدر و مادر شود، احتیاط کند. و اگر همین رنجش ادامه یافت، غضب میشود، غضب که شد هم در دنیا ناکام میشوند هم در آخرت. باوری داریم که از این صحبت چند لحظه با ما بینندگان ارجمند برای خود چیزی برداشت کرده و آن کینه و قدرتی که در دل نسبت پدر و مادر داشتند، باوری داریم که رفته از پدر و مادر خیش پوزش میطلبند.